که سالها بر این کشور حکومت کردند و در روزهای سخت ملت را رها کرده و گریختند، منتظر فرصتی برای بازگشت هستند. ریش را تراشیدند، با کت شلوار و نیکتایی وارد میدان شدند. باید بفهمیم که خیانتکاران همیشه از میان خود ما برخاستند. همان رهبران خائنی که سالها پیش کشور را نابود کردند در کشورهای خارجی نشستند و منتظر فرصتی برای بازگشت هستند. اما سوال مهمتر این است: اگر طالبان سقوط کنند چه کسی جایگزین خواهد شد؟ ملت رنج دیده افغانستان بدیل مناسبی ندارد. جاهلان را میتوان به مرور اصلاح کرد، اما خائنان دیروز را نمیتوان دوباره آزمود. تاریخ نشان داده هر حکومتی سقوط کرده چیز بدتری جایگزینش شده. سلام و درود به همه بینندگان عزیز. عزیزان، افغانستان سرزمین است که سالها در دریاچه از جنگ، خیانت و پشیمانی غرق شده است. تاریخ این کشور پر از حکومت‌هایی است که سقوط کرده، رهبرانی که مردم را فریب دادند و کسانی که همیشه در لحظات حساس اشتباهات را تکرار کردند. حالا سوال این است که این بار چه خواهد شد؟ آیا تاریخ دوباره تکرار می شود یا ملت افغانستان می توانند از اشتباهات گذشته درس بگیرند و به سمت اصلاح و اتحاد حرکت کنند؟ ما امروز باید از گذشته درس بگیریم، بیاموزیم. باید ببینیم که دشمن واقعی ما کجاست و چه کسانی همیشه از خوشبینی ملت استفاده کردند. باید بفهمیم که خیانتکاران همیشه از میان خود ما برخاستند، اما با نقاب نجات دهنده و آزادی خواه. درس هایی که از تاریخ افغانستان میشه گرفت کم نیستند. از زمان داود خان تا سقوط نجیب الله و خیانت های درونی از دهه 70 میلادی تا به امروز خیلی زیادند. داود خان با کنار زدن سلطنت جمهوری افغانستان را تأسیس کرد. بسیاری از مردم که او را به عنوان ناجی کشور می دانستند، اما چه اتفاقی افتاد؟ در مقابله با شوروی داود خان به شدت آسیب دید و در نهایت توسط همان کسانی که روزی در کنار او بودند کشته شد. این حادثه آغازگر سالهای خونین افغانستان بود که تا امروز ادامه دارد. پس از سقوط داود خان و با ورود نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، گروه‌های مجاهدین برای مقابله با حکومت کمونیستی به فعالیت‌های بیشتری پرداختند و کشور وارد جنگ‌های طولانی، ویرانگر و نابودی بیشتر این سرزمین شد. پس از خروج شوروی از افغانستان، دکتر نجیب تلاش کرد تا با گروه‌های مجاهدین که خود را آزادیخواه می‌دانستند صلح کنه و به دنبال آن بود که کشور را از جنگ داخلی نجات بده. اما او تلاش ها هم به جایی نرسید. همان گروه هایی که روزی در کنار مردم فریاد آزادی سر می دادن، حالا نه تنها نجیب الله را تهدید کردند، بلکه او را مجبور کردند که به دفتر سازمان ملل پناه ببرد.
و در نهایت حکومت نجیبم سقوط کرد. آنچه که باقی ماند هرج و مرج بود. پس از سقوط نجیب، گروه های مجاهدین در یک جنگ داخلی بیرحمانه درگیر شدند. کابل پایتخت کشور به ویرانه تبدیل شد. خانه ها ویران، هزاران نفر کشته و بی خانمان شد. در میان همین هرج و مرج و نابودی گروهی به نام طالبان ظهور کرد. این گروه در اولین اقدام دکتر نجیب که در دفتر سازمان ملل پناه گرفته بود را از اونجا بیرون کشیده به دار آویختند و با وعده های اصلاح و نظم به سرعت قدرت را به دست گرفتند و خود را منجی مردم معرفی کردند. به جای اصلاحات وعده داده شده، سرکوب و خشونت را پیشه کردند. حقوق بشر را نادیده گرفتند. تحصیل و آموزش را نابود کردند و جامعه را به طور کامل به قهقرا بردند. در همان روزهای دشوار، رهبران مجاهدین که خود را قهرمانان و آزادیخواه می دانستند، ملت را با مشکلات و فقر تنها گذاشته از میدان فرار کردند و در کشورهای دیگه به استراحت و خوشگذرانی پرداخته زندگی مرفهی برای خود ساختند. پس از حملات 11 سپتامبر، آمریکا و ناتو با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدند و طالبان را از قدرت کنار زدند. اما جایگزین آنها چه کسانی شدند؟ همان رهبران به اصطلاح جهادی که پیش از طالبان کشور را به آشوب کشانده و در روزهای سخت مردم را رها کرده و فرار کرده بودند. این افراد که سالها قبل با فساد و جنگ‌های داخلی افغانستان را به نابودی کشانده بودند، بار دیگر در قدرت سهیم شدند. در نتیجه افغانستان 20 سال دیگر تحت سلطه همان چهره‌های آزموده شده و فاسد باقی ماند. با این تفاوت که این بار ریش را تراشیدند، با کت شلوار و نیکتایی وارد میدان شدند. خیانتشان با نام جهاد نه، بلکه دموکراسی و با ظاهر متفاوت رخ داد. ولی نتیجه مثل لباسشان تغییر نکرد. فساد در تمام سطوح حکومت به اوج رسید. قراردادهای میلیاردی با شرکت‌های خارجی بسته شد و منافع شخصی جایگزین مسئولیت ملی شد. در حالی که مردم در فقر و مشکلات روزافزون غرق بودند، سیاستمداران مشغول پر کردن حساب‌های بانکی خود شدند و وظیفه‌شان را در قبال کشور کاملا فراموش کردند. سرانجام پس از سالها سوء مدیریت و فساد، نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان خارج شدند و بار دیگر کشور را به طالبان سپردند. با ورود طالبان به کابل، همون رهبران فاسد که سالها بر سرنوشت مردم حکومت کرده بودند، بدون لحظه درنگ کشور را دوباره ترک کردند و به زندگی مجلل خود در امارات، ترکیه، اروپا و آمریکا بازگشتند. امروز طالبان با تمام مشکلات داخلیشان بار دیگر در قدرت هستند.
اما درست در همین لحظه همان رهبران خائنی که سالها پیش کشور را نابود کردند در کشورهای خارجی نشستند و منتظر فرصتی برای بازگشت هستند. در انتظارند تا طالبان تضعیف شوند و آنها دوباره به قدرت برسند. افغانستان سالهاست که از یک بحران به بحران دیگر سقوط میکند. هر حکومتی که رفته چیز بدتری جای آن را گرفته. امروز بسیاری از مردم از عملکرد طالبان ناراضی اند و میپرسند آیا راهی برای تغییر وجود دارد؟ اما سوال مهمتر این است اگر طالبان سقوط کند چه کسی جایگزین خواهد شد؟ واقعیت تلخ این است که در شرایط کنونی ملت رنج دیده افغانستان بدیل مناسبی ندارد. هیچ نیروی ملی و مردمی که بتانه قدرت را بگیره و آینده روشنی بسازه در صحنه نیست. در عوض همان چهره های فاسد و فراری که سالها بر این کشور حکومت کردند و در روزهای سخت ملت را رها کرده و گریختند، همانطور که قبلا هم گفتم منتظر فرصتی برای بازگشت هستند. رهبرانی که میلیاردها دلار از کمک‌های بین المللی را به جیب زدند، کسانی که فساد، قومگرایی و جنگ داخلی را به اوج رساندند، همانهایی که مردم را ناامید کردند و زمینه ساز سقوط حکومت قبلی شدند، اکنون در کشورهای خارجی نشستند و برای بازگشت نقشه میکشند. آیا میخواهید دوباره این چرخه تکراری را تجربه کنید؟ آیا میخواهید بار دیگر کشور به آشوب کشیده شود و رهبران فاسد به قدرت بازگردند که افغانستان را در مسیر بدبختی دیگر قرار دهند؟ اگر بین بد و بدتر گیر کردیم، عقل و تجربه حکم میکنه که بد را بپذیریم تا از افتادن در دام بدتر جلوگیری کنیم. اسلام ممکن است، اما تنها در صورتی که ما خود آگاه باشیم و از اشتباهات گذشته درس بگیریم. اگر این فرصت را به دست فاسدان دیروز بدیم، تاریخ بار دیگر با خیانت و ویرانی تکرار خواهد شد. پس قبل از اینکه احساسات تصمیم بگیرن، بیایید منطقی فکر کنیم. جاهلان را میتوان به مرور اصلاح کرد، اما خائنان دیروز را نمیتوان دوباره آزمود. دیگر مردم فریب نخورند. راه حل چیست؟ جنگ یا اصلاح؟ تاریخ نشان داده هر حکومتی سقوط کرده، همونطوری که گفتیم چیز بدتری جایگزینش شده. اما این بار باید کار متفاوتی کرد. حتی برای یک بار هم اگر شده امتحانش کنیم. اول اینکه اصلاح بجای تخریب. اگر جاهلان اشتباه میکنن باید اصلاح شوند، نه اینکه کشور را دوباره به ویرانه تبدیل کنیم. دوم، هوشیاری در برابر خائنان قدیمی. نباید اجازه دهیم کسانی که سالها کشور را فروختند دوباره به عنوان ناجی ظاهر شوند. سوم، پایان دادن به جنگ ها. جنگ ها تنها مردم عادی را نابود کردند.
و دیگر نباید ملت قربانی اهداف شخصی اون رهبران فراری شوند. چهارم، اتحاد به جای تفرقه. افغانستان زمانی پیشرفت خواهد کرد که مردمش به جای جنگ مذاکره و صلح را انتخاب کنند. امروز در یکی از حساسترین دورانهای خود قرار داریم. طالبان به شدت تحت فشارند، اما سقوط طالبان به معنای آغاز یک دوره جدیدی از ثبات و خوشبختی نیست. افغانستان از جنگ، خیانت و ویرانی خسته است. اگر مردم باز هم همان اشتباهات گذشته را تکرار کنند، اگر باز هم فریب بازی‌های سیاسی و رهبران فراری را بخورند، این کشور هرگز روی آرامش نخواهد دید. راه نجات در اتحاد است و در انتخاب درست. دشمن اصلی افغانستان در درون خودش است و تا زمانی که مردم این را درک نکنند، سرنوشتشان چیزی جز پشیمانی نخواهد بود. این بار فریب نخورید. تا دیدار بعدی، خدا یارتان.